تلانه من گیر من آمد، رفتم پیدا کردم در رودسر، در یکی از روستاهاش، مربوط به سربازی بود. دوست از دست رفته من آقای مهندس کریمی هم این رو جمع جور کرده بود از نظر کلامی. درست. شعر این بود: ماشین باباری همه گل کاری، ماشین باباری همه گل کاری، میاره و بنشینیای بشون اجباری، میاره و بنشینیای بشون اجباری. من رفتم گفتم ماشین باری اینجا حاضره ولی مال 90 سال قبل. ماشین باری اصلا به نظر نمیاد تو کلامی که ماشین باری هست ولی با هندیل مال 90 سال قبل. این ماشین وحشتناک به هم ریخته. و به یکی از خانم ها گفتم که خانم این گلکاری شده هاش کی میاد این ماشین؟ الان شما آقای فلانی هستید؟ گفتم بله. میگه باش. از در اتاقی 10-20 نفر تا 40-50 نفر جوانان 18-19 ساله را فرستادن تو اون ماشین. گفت این گلهای این ماشین است. اون مرا ادب کرد، من نگرفتم، من بعداً گرفتم. بعد دیدم که من بهترین برای انتباه حال من کافی است که بیشتر با اونها باشم. به بیشترم با اونها بودم. همین حالا هم که هستم مرتباً در مسئله ترانه های محلی با اونها چیز میکنم و برای ایشون میخوانم.